بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسې په تېر ساعت کې محیطي زاویه ولوستله په یوه دایره کې. اوس هم د دایرې مماثل زاویه لولو. وایي دې شکل ته تاسې پام وکړئ. په دې شکل کې د ټیټا زاویې چیرې موقعیت لري او په څه نامه سره نوموو او کوم مستقیم کرښې جوړ شوي دي هغه له کوم حالت کې قرار لري. دغه موږ تاسې ګورو. دغه حالت ته شکل تحلیلوو. دین روز ما شما درس گذشته ما شما محیطی زاویه بودن در یک دایره. امروز درس ما شما زاویه مماثل است در یک دایره. اینمی را ما شما تحلیل میکنیم، اینمی شکل را که صحیح بکنیم، اینمی شکل زاویه کدام جای موقعیت دارد و اینمی ازدایش زاویه چطور موقعیت دارد، داخل است، بیرون است، چطور است، اینمی را ما شما تحلیل میکنیم. میم طرف تعریفش که تعریف ما شما بکنیم بعد از انشاءالله بریم ثبوت و طرف دیگه مثالا. دلته موږ تاسو ته ویلي دي وایي هغه زاویه چې یوه زوله یې د دایرې پر دایره باندې مماس وي او دویمه زوله یې د دایرې وتر وي. هغه زاویه چې یوه زوله یې پر دایره باندې مماس وي هغه د یوه زاویې موږ ته تشکیل کړې ده، جوړه کړې ده په یوې دایرې سره. خو د دې یوې زاویې یوه زوله د دې دایرې سره مماس ده په دغه نقطه کې او دویمه زوله یې د دایرې وتر وي، یو وتر یې تشکیل کړی ده او راسې د تماس په ټکي کې کوم ځای کې چې دغه زوله په کوم ځای کې تماس شوې ده هغه زاویه هم چیرې په هغه ټکي کې په هغه نقطه کې چې پرته وي. نو دلته موږ ته زیاده شوې مماثل زاویه وایي. مماثل زاویه اونمو زاویه است که راس زل یک نمی زاویه مماس باشه که نمی دایره و دوم زل دومش وتر یک اونمو دایره باشه و اونمو راس اونمو زاویه در کدام جای موقعیت داشته باشه که اونمو جا در نقطه مماس در نقطه تماس اونمو جا راسش باید موجود باشه. اونمو رو ما شما چی گفته میتونیم؟ یک مماثل زاویه برش گفته میتونیم. اینمی زاویه است یک زل از اینمی طرف آمده که در اینمی نقطه مماس شده و زل دومش به کدام جای است؟ و اون وتری اینمی دایره است و اونمو راسش هم اینمی جا موقعیت داره. راسش در کدام جای؟ و اونمو در نقطه تماس که اونمو مستقیم خط که اینمی دایره داره اونمو جا باید باشه. و اینمی دو چی داره؟ اینمی تیتا زاویه که است به نام تیتا که مسمار شده. اینمی را ما شما مماثل زاویه گفته میدانیم. ما این طرف فعالیت اینمی فعالیت را ما شما اجرا میکنیم و اینمی فعالیت تقریبا 4 نقطه داره. اینمی را که انجام میدیم اینمی شکل ترسیم میکنیم. پس از اون ما این طرف اینمی ثبوتش. خب اینمی فعالیت را که ما شما اجرا بکنیم و در اینمی پس این طرف یک قضیه گفته که په یوه دایره کې مماثل زاویه پراخوالی د هغې د مخامخ قوس نیمایي په اندازه باندې ده. په یوه دایره کې د مماثل زاویه پراخوالی یو مماثل زاویه ده، مماثل زاویه موږ ته تشکیل کړې ده، هغه زاویه پراخوالی د هغې د مخامخ قوس د نیمایي سره مساوي ده. در یک دایره اونمو مماثل زاویه مساوی می باشه که مقابل قوس نسبی و مقابل قوس که اونمو مساوی می باشه. میم طرفی ثبوت اینمی که ما شما پی او تی یک مثلث داریم. یک مثلث ما شما ترسیم کردیم. در اینمی مثلث ما شما اینمی قضیه را پیش میبریم. خب اول خو ما شما د دې فعالیت کې اجرا کردیم یک مماثل خط اینمی جا آمدم و اینمی یک وتر دیگر تی پی یا پی تی اینمی وتر است و اینمی یک زاویه تشکیل میشه که اینمی زاویه رو ما شما مماثل زاویه میگیم. پس اونمو رو ما شما که ترسیم کردیم اینمی وتر رو ما شما که نقطه مرکزی وصل میکنیم. پی را کتی او وصل میکنیم و تی را هم کتی او وصل میکنیم یک مثلث تشکیل میشه. اینمی مثلث چطور مثلث است؟ کدام حالات داره اینمی را ما شما ثبوت میکنیم.
the OT the OHT ببخشید دنمیجا OHT یک مثلث قائم الزاویه مثلث ما شما داریم و دنمیجا OTC زاویه این میره ما شما زاویه قائمه است از دنمیجا ما شما داریم که زاویه 3 جمع 1 زاویه 3 جمع 1 اینمی مساوی به شکل 90 درجه چرا؟ در یک مثلث اینمی کل مثلث چند درجه میه؟ 180 درجه خب اینمی زاویه که 90 درجه شد پس چند میمانه؟ 90 درجه میمانه؟ خب اینمی 45 و 45 اینمی میباشه که 90 اینمی شود زاویه 3 و زاویه 1 یا زاویه 1 و زاویه 3 مساوی به شکل 90 درجه و زاویه 3 و زاویه 4 اینمی هم مساوی به شکل 90 درجه چرا که اینمی قائمه است اینمی هم 90 درجه میباشه خب میایم که زاویه 3 و زاویه 1 90 درجه است و زاویه 4 و زاویه 3 هم 90 درجه است پس اینمی دوتا اینمی یک طرف که مساوی شد اینمی دو طرف مساوی دیگه خود به خود مساوی میباشه اینمی که مساوی شد پس ما شما داریم که زاویه 1 مساوی میباشه که زاویه 4 یعنی زاویه 1 که زاویه 4 مساوی میباشه چرا که ما شما از خصوصیات و اینمی حالات شد ما شما گفته میتونیم که اینمی زاویه هم تقریبا یا اینمی زاویه 45 است اینمی 45 است اینمی مساوی میشه که اینمی نسبی کنه اینمی حالات هم گفته میتونیم که اینمی چند است اینمی هم زاویه 1 مساوی میباشه که زاویه 4 میباشه دیگه زاویه 1 اینمی زاویه مساوی میباشه که POT نسبش POT یعنی تقریبا اینمی نسب مساوی میباشه صحیح یک زاویه مساوی میباشه زاویه 1 مساوی میباشه که POT نسبش یعنی میره ما اتفاق کنیم دو تقسیم بکنیم پس اینمی طرف به دست میاد اینمی یا مثلا POT که مقابل قوس مساوی میباشه و اینمی زاویه که اینمی نسب کنیم اینمی قوس رو نسب میکنیم پس اینمی چند میمانه؟ تنها اینمی میمانه اینمی را که به دو تقسیم بکنیم اینمی زاویه را اینمی زاویه به دست میاد اینمی قوس را به دو تقسیم بکنیم اینمی به دست میاد پس PT را که بم PT قوس را که به دو تقسیم بکنیم مساوی میباشه که چند؟ PTC که اینمی زاویه میباشه اینمی زاویه پس چند به دست میاد؟ PT را که ما شما به دو تقسیم بکنیم اینمی نسب ما شما گفتیم که اینمی را که نسب اینمی زاویه محیطی زاویه هم تقریبا میباشه اینمی زاویه مساوی میباشه که نسبش مقابل قوس اگر مرکزی باشه مرکزی باشه که مقابل قوس مساوی میباشه و اگر محیطی زاویه باشه محیطی باشه که مقابل قوس نسبش مساوی میباشه خب اینمی جا یک مثال برای ما شما دادم که اینمی شکل را ما شما صحیح بکنیم در اینمی شکل اگر زاویه مرکزیش 45 درجه باشه اینمی زاویه 45 درجه باشه دیگه محیطی زاویه مرکزی زاویه و در مخامخ قوس داری که سخت متصل چیش پیدا کی محیطی زاویه و مماثل زاویه پرافال پیدا کی محیطی زاویه را ما شما پیدا میکنیم و مماثل زاویه را ما شما پیدا میکنیم که چطور است اینمی زاویه ما شما صحیح میکنیم اینمی مماثل زاویه هم است و چیست محیط زاویه هم میباشه پس اینمی را ما شما به ثبوت میرسانیم و معلوم میکنیم از مرکزی زاویه ما شما اینمی جا در کتاب ما شما داریم و اینمی جا صافت نام دارم AOB زاویه AOB زاویه مساوی است به 45 درجه و اینمی مساوی باشه که مقابل قوس چیست AB مقابل قوس که اینمی مساوی باشه میایم طرف دیگه BOC زاویه اینمی که یک مستقیم خط را اگر ما شما صحیح بکنیم یک مستقیم خط یک طرفش چند درجه 180 درجه
انمی 45 درجه را که اگر 180 درجه تفکیک بکنیم انمی چند میمانه؟ انمی جا میمانه 135 درجه میمانه. انمی زاویه چند میباشه؟ انمی زاویه BOC زاویه چند میمانه؟ 135 درجه میمانه. پس ما شما گفته میتونیم که انمی مقابل قوس انمی زاویه که مساوی این انمی هم مرکزی زاویه است. انمی هم مساوی باشه که مقابل قوس BC قوس چند درجه میمانه؟ 135 درجه میشه. انمی مقابل قوس هم دیگه میم BCD زاویه BCD زاویه انمی زاویه انمی مماسی زاویه هم است و محیطی زاویه هم جور میشه. خب انمی را ما شما میایم که انمی قوس چند شد؟ 135. انمی که محیطی زاویه شد. محیطی زاویه ما شما گفته بودیم که انمی مساوی باشه که مقابل قوس نصفش اونم را نصف کنیم که اونم مساوی باشه. انمی مقابل قوس چند شد؟ 135 درجه میاد. انمی را که نصف کنیم تقریبا میاد 67.5 یعنی 67.5 درجه انمی زاویه برای ما شما به دست میآید. خب وقتی که ما شما ACB زاویه ما شما چند به دست میآید؟ انمی را که ما شما نصف کردیم تقریبا 67.5 میآید و انمی کلش انمی چند میآید؟ 90 درجه. از 90 یک انمی 67.5 را تفکیک میکنیم چند میمانه؟ تقریبا 22.5 به دست میآید برای ما شما. خب انمی را که ما شما به دست آوردیم پس ما شما انمی حالت را به دست آوردیم که انمی زاویه ما شما به دست آوردیم و انمی زاویه را به دست آوردیم از کمک که انمی مرکزی زاویه مقابل قوس معلوم شد اونم را که محیط زاویه شد اونم را ما شما نصف میکنیم. پس انمی مماسی زاویه ما شما انمی مماسی زاویه انمی تقسیم میشه تقریبا چند بود؟ 67.5 انمی محیط زاویه هم است و انمی مماسی زاویه هم برای ما شما به دست میآید. انمی را ما شما حاصل کردیم. انمی ثبوت انمی نامده در کتاب نوشته است و انمی صافت انمی نیست شما از کتاب ما گرفته میدانیم. میایم طرف مثال دوم. مثال دوم انمی برای ما شما گفته که انمی یک شکل است که AT قوس انمی قوس را ما شما انمی اندازش برابر است که چی 2A منفی 6 درجه. انمی قوس چند برابر است که 2A منفی 6 درجه برابر است و شما چی پیدا کنید؟ انمی مماسی زاویه پیدا بکنید که ATX انمی زاویه که گفته انمی مماسی زاویه را شما پیدا بکنید. خب از کمک مماسی زاویه و از مقابل قوس ما شما به کمک انمی ما شما پیدا میکنیم که انمی ATX چند است؟ ATX زاویه ATX زاویه مساوی میباشه انمی زاویه به نصف مقابل قوس. چرا که انمی یک مماسی زاویه هم است و یک محیطی زاویه هم است. انمی مساوی میباشه که نصفش انمی مقابل قوس یعنی یکی بر دو تقسیم یکی بر دو ضرب AT قوس را که ما شما به دو تقسیم بکنیم که انمی زاویه مساوی باشه. ATX زاویه انمی زاویه مساوی باشه یکی بر دو نوشته کردیم. قیمت AT چند است؟ AT برای ما شما داده بود چند بود؟ 2A منفی 6 درجه. 2A منفی 6 را انمی در جای AT به ما شما میگذاریم. پس انمی را کلگی به دو تقسیم میکنیم. یک کتی انمی ضرب میکنیم. دو کتی دو اختصار میشه چند میمانه؟ تنها A میمانه و دو 6 را هم به دو تقسیم میکنیم چند میمانه؟ 3 میمانه. پس انمی زاویه به چند درجه برای ما شما میاد؟ A منفی 3 درجه به دست برای ما شما میاد. انمی جا نتیجه گیریشان پس چی میشن؟ محیطی او مماسی زاویه چه عین قوس مقابل که پرتیوی سر مساوی دی. محیطی
او مماسی زاویه چې د عین قوس په مقابل کې واقع وي دا یو بل سره مساوي دي. زاویه محیطی و زاویه مماسی که در مقابل عین قوس واقع باشند آنها موقع یکدیگر مساوی می باشند. چی؟ محیطی زاویه و مماسی زاویه که یکدیگر مساوی می باشند در حالتی که در وقتی که در عین قوس یا در مقابل قوس واقع باشند. یعنی بود درس امروزی ما شما پس شما نمو دیگه تمرین را حل بکنید انشاءالله مشکل حل میشه.